سيما بقية الله في الأرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. و خدا را شکرگزاریم که در محضر فقه آل محمد صلوات الله و سلامه علیه هستیم و تا امروز جلساتی رو تحت عنوان پاسخ به سوالات، اشکالات و شبهات پیرامون مسئله ولایت مطلقه تبریک. از طرح سوال هم واقعا باید استقبال بکنیم، چون این فرمان خدای متعال در قرآن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نسبت به چیزی علم نداری سوال بکنید. پس اصل طرح سوال نه تنها مضمون نیست بلکه امر الهی در قرآن است. یا بالاتر از سوال اشکال دارید، ولی اشکال رو هم مطرح بکنید تا طرف مقابل شما از شما رفع اشکال بکنید. حتی بالاتر کسانی که مدعی مبنا هستند از شبهات هم استقبال میکنند، یعنی از شبهه افکنا هم هیچ گونه هراسی ندارد. پس کسی که اخذ مبنا کرده هم از سوال کننده ها استقبال میکنه، هم از اشکال مستشکلان و هم از شبهه افکنا هم هیچ ترسی نداره. خب ما تا دیروز سوالاتی که پیرامون ولایت مطلقه فقیه مطرح بود، برخی سوالات مطرح شد و جوابم دادیم. دیروز اگر نظرتون باشه در پایان دست سوال امروز مطرح کردیم، و این که یکی از منابع ما قرآن مجیده. در قرآن وظیفه عالمان دینی هدایت معنوی مردم مشخص شده و اگر عالمان دینی علاوه بر هدایت معنوی وظیفه دیگری به نام تشکیل حکومت و رهبری سیاسی رو هم داشتن، باید در قرآن مطرح شد. و حال اینکه این بحث وظیفه رهبری سیاسی در قرآن مطرح نشد، پس علما وظیفه رهبری سیاسی ندارند. این به صورت قیاس استثنایی معلوم میشه. اگر علما وظیفه رهبری سیاسی می داشتن لبینت القرآن، خدای متعال در قرآن بیان میکرد. درست شد؟ یک ولکن میاریم، ولکن این وظیفه در قرآن بیان نشده است. پس عالمان دینی وظیفه رهبری سیاسی جامعه رو ندارند. به شکل قیاس بله سیاسی استثنایی بیان شده. یه بار دیگه بیان میکنم. اگر وظیفه عالمان دینی علاوه بر هدایت معنوی هدایت سیاسی بود لبین الله تعالی بالقرآن، خدا در قرآن میگه همونطور که هدایت معنوی رو بیان کرده هدایت سیاسی رو هم بیان میکرد. ولکن لم یبین فی القرآن، ولکن خدا این هدایت به رهبری سیاسی علما رو در قرآن بیان نکرده است. پس بنابراین عالمان دینی وظیفه‌ای به عنوان رهبری سیاسی و اجتماع بفرمایید ندارند. خب الان این سوال در ظاهر منطقی هم هست، اما جواب این عزیزان همیشه سعی بکنیم اول سوال خوب هضم بشه، بله، بعد ببینیم
اشکال و خلل این سوال چیه؟ یعنی تا سوال خوب جا نیفتاده باشه جواب ما هم جواب درستی نخواهد بود. به وقتی شاید این مثل ما زدیم، بچه ها بودیم، بچه طلبه بودیم، تو منطق میرفتیم، آیون ایستاد میکردن گفتن دیوار ما موش دارد، هر موشی گوش دارد، پس دیوار ما گوش دارد. بعد اون استاد میگفت شکل اول درست دیگه، سقرا موجبه، این دیوار موش دارد. کبرا کلی، هر موشی گوش دارد، پس این دیوار ما قطعا گوش داره. این قضیه الان با درست باشه. اونجا به ما گفتن میگه خوب تأمل بکن در سقرا و کبرا، این سقرا مشکل داره یا کبرا مشکل داره و نتیجه چی باشه؟ غلط باشه. برای شدید در ظاهر الان شرایط شکل اول داره. شرط شکل اول کیه؟ موقع کب. رمز شکل اول چیه؟ موقع. موقع یعنی موجب بودن غیر، یعنی سقرا. موقع. کب یعنی کلیت کبرا. خدا رحمت به بزرگان ما، خیلی اینا چیزها رمز می‌ذاشتن آدم خدمت با یاد گرفتن رمز، یعنی لازم نیست آدم میگه شرایط شکل اول چیه؟ با یک کلمه موقع کب، موجب بودن سقرا، کلیت کبرا. دقت کردید؟ خب الان دیوار موش دارد، سقرا موجب است. هر موشی هم گوش دارد، کبرای ما چیه؟ کلیه. پس نتیجه میگیریم که این دیوار قطعا گوش دارد. شما میگه نه آقا نمیشی، نه تو بزنی غلطه. میگه کجای کار گیر داره که این قضیه نتیجهش غلطه. لذا آیون میگه دقت بکنید. دقت کردید؟ الان شما این سوال رو مطرح به طور قیاس مطرح شد دیگه. اگر وظیفه علما رهبری سیاسی بود لبینه، خدا اینا در قرآن بیان میکرد، ولکن در قرآن بیان نشد، پس اینا وظیفه‌ای به نام رهبری سیاسی ندارند. درست؟ فثبت المطلوب. پس کسانی که مخالف ولایت مطلقه فقیه هستند بفرمایید حرفشون اثبات شده. آیا همین دیگه گرفتی؟ حالا ببین کجای کار اشکال داره، سوال کجا ضعف داره با جواب بدید. پاسخ: سه جواب از این سوال میتوان داد. پاسخ اول این است که رهبری سیاسی جزئی از وظایف عالمان دینی است، لکن اگر تصریح نشده است، چون لزومی به تصریح نیست، برای اینکه ضابطه کلی در قرآن بیان شده است و از آن ضابطه کلی شما می توانید مصداق، یعنی وظیفه علما در رهبری سیاسی امت رو استخراج کنید. خب اگر نوشتید یه مقدار من توضیح بدم. ببینید، لازم نیست که قانونگذار همه مصادیق رو در قانون بیاره. بیاد یه ضابطه کلی بیان میکنه،
شما میتونید از اون ضابطه کلی مساطیق رو چا کنید؟ استخراج بکنید. درست شد؟ خب حالا اون ضابطه کلی چیه؟ بفرمایید. ضابطه کلی یا قرآن یعنی رهبری سیاسی را جزئی از وظایف پیامبران تصریح کرده است. بشد و از آن طرف عالمان دین روندهای راه انبیا می باشند. بشد قرآن آیا وظایف انبیا را تشکیل حکومت می داند یا نمی داند؟ قبلا بیان شد، ما آیات داریم. بشد بعد از انبیا اوصیای انبیا یعنی ائمه معصومین، خب آیا علما ادامه دهنده راه پیغمبر اکرم و ائمه معصومین هستن یا نیستن؟ به دیگر میگه اینها بدلن اونا مبدلن منه، یعنی هر وظیفه‌ای که برای مبدل من بود برای بدلن هست الا ما خرج به دلیل. یعنی همه اون وظایفی که برای انبیا در قرآن بیان شده برای عالمان هم هست. پس جواب اول این که وظیفه قرآن بیان ضابطه هست، بیان مصادیق نیست. حالا یک مطلبی هست در روایات هم هست، علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریق. علینا القاء الاصول، ائمه فرمودن وظیفه ما بیان ضابطه هاست. بله؟ علیکم بالتفریق، وظیفه شما این که مصادیق رو پیدا بکنید. از ما مثال داره میزنم. در قانون ریاضی اومدن یک ضابطه بیان کردن، 2 علاوه 2 چقدر میشه؟ یعنی 4. درست شد؟ حالا این مصداق 2 علاوه 2 میخواد حدی باشه. مثلا میگه 2 نفر این سمت صندلی نشستن، 2 نفر اون سمت میز نشستن، مجموعاً دور میز چند نفرن؟ پس این دائما مصداق 2 علاوه 2 4 تا انسان. بشد؟ گاهی وقت میگیم نه 2 تا کتاب اینجاست، 2 تا کتاب هم اینجاست، چند تا کتاب؟ 4 تا. این مصداقا فرق داره. به علت ضابطه بیان شد 2 علاوه 2 میشه 4. بله؟ پس وظیفه قانونگذار بیان مصادیق نیست، وظیفه قانونگذار بیان ضابطه است. قرآن وظیفه انبیا را بفرماد یکی از وظایف انبیا چی میدونه؟ رهبری سیاسی میدونه. درست؟ و از آن طرف میگه علما هم جانشینان انبیا هستند، پس همون وظایفی که برای انبیا بود برای اینها هم هست. این یک جواب. جواب دوم این است که بسیاری از امور قرآن به سنت و روایات محول کرده است و لازم نیست که خودش تصریح کرده باشد. شد خیلی از امور داریم در قرآن بیان نشده ولی خود قرآن اینا رو به چی معدل کرده؟ به سنت و روایات. به عنوان مثال
قرآن امر کرد به اقامه نماز. درست شد؟ اما نماز صبح چند رکعت باید باشه؟ قرآن هست. نماز ظهر و عصر چند رکعت باید باشه؟ به کی بلازی شده؟ به سنت. درست شد؟ پس بنابراین خود قرآن میگه همه چیز را لازم نیست که تو جزئیاتش هم تو قرآن باشه. پس همانطوری که بسیاری از امور در قرآن واگذار شده به سنت و روایات، این بحث وظیفه رهبری سیاسی علما را هم واگذار شده به بفرمایید کجا؟ همون روایاتی که به ما میگه و اما الحوادث الواقعه فرجفیها الی رواد یا مقبوله عمر ابن انزله و روایات دیگر. دو شد. پس جواب اول این شدید که ملاک و معیار در قانون اون ضابطه کلی است و این در قرآن هست. جواب دوم یه مقدار جزئی‌تر شدیم. میگه اگر این حرف شما درست باشه قرآن در بسیاری از موارد تصریح به جزئیات نکرده. شما این از کجا به دست میارید؟ از سنت و روایات. و این هم همینجور. این هم دلیل جواب دوم. جواب سوم این است که ادله قائلین به ولایت مطلقه فقیه فقط قرآن نبوده و نیست، پیش از آن دلیل عقل است. بشه شد؟ شما اگه میگو تنها دلیل ما بر این که از جمله وظایف عالمانگی چیه؟ رهبری سیاسی است، میتونید میگه مد دلیل علی ذالک. بعد خود که قرآن میگه تو قرآن نیومده. ما میگیم دلیل بر این که وظیفه عالمان رهبری چیه؟ سیاسیه که همون معنای ولایت مطلقه فقیه باشد. اولین دلیل و مهمترین دلیل چیه؟ دلیل عقلیه. یادتون هست ما ادله‌ای که از قائلین به ولایت مطلقه فقیه می آمدیم، اولین و مهمترین دلیلش دلیل عقلی بوده است. پس این سه جواب از این سوال. ضابطه کلی بیان شده، خود قرآن جزئیات را به سنت و خبر محول کرده، ثانیاً دلیل که منحصر در کتاب نیست، ما ادله دیگر هم داریم. پس بنابراین از این که در قرآن آیه‌ای نیامده است دلیل بر این نمیشه که اینا که این وظیفه‌ای نداشته باشند. مثل اینکه کسی بگه آقا نماز ظهر و عصر باید اثباتاً بخونی که در قرآن نیومده، از هر جور دلت میخواد بخون، ولی مهم نیست که چی بخون. ما خوندنه میگیم بابا خود تو قرآن نیومده، تو روایات اومد. نماز ظهر 4 رکعت باشه، کجای قرآن در نماز ظهر باید هر چی دلت میخواد حال داشتی 4 رکعت بخون، نداشتی 2 رکعت بخون. دقت کردید؟ نشد که اینا تو سنت. جزئیات مربوط به حج، طواف باید 7 شوط باشه، کجای قرآن در این 7 شوط باشه؟ اینا رو کجا پیدا کردید؟ در سنت و روایات. پس همانطوری که بسیاری از مسائل قرآن ارجاع داد به سنت و روایات، این مسئله را هم ما باید از سنت و جواب سوم این که ادله منحصر در قرآن نیست. اما سوال بعدی، حالا این جواب سومی که ما دادیم خودش منشأ میشه برای این سوال بعدی. این شما یکی از ادله‌تون برای دلالت فقیه چی بوده؟ عقل بود دیگه. حالا به پاسخ این سوال بده.
اگر بر اساس برهان عقلی برای همه انسانها در همه زمانها وجود رهبر الهی ضروری است، باید همیشه شاهد رهبران الهی باشیم، در حالی که واقعیت چنین التالی باطل المقدم مثله. اینم بنویسید، التالی باطل المقدم مثله. خب ارائه کنید. این هم به صورت همه قیاس استثنایی دارید. شما میگید یکی از ادله ما برای ولایت مطلقه فقیه چیه؟ برهان عقلیه. میگه عقل حکم میکند، بله، عقل حکم میکند که در عصر غیبت بفرمایید رهبران الهی باید باشن، حکومت تشکیل بدن. پس بنابراین طبق این برهان در هیچ عصری از اعصار جامعه از رهبران الهی نباید خالی باشد، و حالی که چنین نیست. شما بچرخید عمر 1400 خورشی اسلام 10 سال زمان پیغمبر رو پیدا میکنید، 5 سال هم زمان علی بن ابی طالب رو پیدا میکنید، 10 ماه هم زمان امام حسن مجتبی. دیگر کو؟ بله، کو این که شما میگید جامعه را باید رهبران الهی اداره کنند و مدیریت بکنند. اگر یک چیز عقلا ضرورت داره، امور ضروری که خدمتتون که مفهوم نمیشه، با حال اینکه در تاریخ باطل، یعنی در هر عصری باید عالمانی باشن به رهبری سیاسی بکنن. تو عصر معصومش نبود تا چه رسد به عصر غیبت. پس ما این که تو همه اعصار رهبران الهی باشن که حکومت رو اداره بکنن باطل است. فالمقدمه مثله، این که عقل حکم بکند دلیل که برای همه مردم بودن رهبری الهی ضرورت دارد هم باطل باشد. اصلا لزومی نداره که رهبران معنوی به الهی باشند که بتوانند تشکیل حکومت الهی بدن و حکومت بر مردم داشته باشند. تو اگر واقعا چیزی ضرورت داشته باشه باید خارج خودشون نشون بده. واقعیت غیر از اینه. شما در یه چیزی میگید ولی در خارج تو عمر اسلامی شما همه رو جمع کنید به 16-17 سال بیشتر نمی‌رسه از این 1400 سال. و اگر واقعا بر اساس برهان عقلی برای همه انسان ها در همه زمان ها وجود رهبری ضرورت داره، پس نباید ما این چند صد سال رو پیدا بکنیم که مردم بودن اما رهبران الهی در رأس حکومت نبودن. پس معلومه که نخیر، بله، تشکیل حکومت در رأس حکومت رهبران الهی باشه ضرورت ندارد. خب اما جواب پاسخ آن است که سوال کننده بین دو امر خلط و اشتباه کرد. یک بحث ضرورت حکومت اسلامی و وجود رهبر الهی است. دوم تحقق حکومت اسلامی.
دقیقه یه جور دیگه میشه. ما یک قضیه حقیقیه داریم، یه قضیه خارجیه. قضیه حقیقی شما هم اول بشد قضیه حقیقیه چی باشه؟ آها، حکومت اسلامی که در رأسش یک رهبر سیاه الهی باشد جزء ضروریاته. عقل رو قبول داره، قرآن هم میده باید باشه. درست شد؟ این بحث چی میشه؟ ضرورت یک امره. یه بحث چیه؟ قضیه خارجیه است. آیا که این چیزی در خارج محقق شده است یا محقق نشده است؟ درست شد؟ امر اول اسمشو میذارن قضیه حقیقیه، امر دوم میشه قضیه خارجیه. و جناب سوال کننده خلق کرد بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. توضیح مطلب: برای تحقق حکومت اسلامی علاوه بر لزوم رهبر معنوی و توحیدی، نقش مردم و جمهور هم نباید مورد غفلت واقع بشه. به بار دیگر باید اقبال و پذیرش مردم هم باشد تا حکومت اسلامی محقق بشه. و بعد از امام مجتبی سلام الله علیه تا قبل از حکومت جمهوری اسلامی، رکن اول بوده است. رکن اول یعنی چی؟ وجود رهبران الهی بوده است، اما پذیرش مردم نبوده است. لذا حکومت اسلامی با رهبری ولایت فقیه محقق نشده است و این ضربه به اصل ضرورت حکومت بر مبنای رهبری الهی نمیزند. به باید دیگر دقت کنید، حضرات معصومین از امام مجتبی به این طرف از شما سوال میکنم، اینها رهبران معنوی مردم منصوب از طرف خدا بودن یا نبودن؟ بله؟ این میشه بری خوب پذیرش مردم باشه، اون از حضور به فعلیت میرسه. این نیست که اگر پذیرش مردم نباشد پس جامعه ضرورت داره که یه رهبر داشته باشه، اشتباه باشه. نه، این ضرورت در جای خودش هست، اما وقتی پذیرش مردم باشه او به فعلیت میرسه. بله، به مشروعیت رهبری الهی جامعه را مردم هیچ دخالتی درش نداره. ما داریم مشروعیت بحث میکنیم. ما میگیم آقا برای جامعه تو همه زمانها وجود یک رهبر کیه؟ رهبر الهی ضرورت دارد. بشود هم به حکم عقل هم آیات روایات. شما میگید اگر دارد چرا بعد از امام حسن مجتبی به بعد نبوده است؟ میگید علاوه بر او باید اقبال و پذیرش مردم هم باشد. نبود، شرایط آماده نبود که مردم
پذیرش داشته باشن. لذا امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیامبر صلوات الله و سلام علیه 25 سال پذیرش نبود، قانونشین بود. اما بعد از 25 سال مردم اومدن، از نگفت که من قبول نمیکنم، نه، بله اون خدمتتون از که در 11 به فعلیت هم رسید. در عصر غیبت 1000 سال بعد از غیبت کبرا چرا ما یک حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه آیا ضرورت نداشت؟ بگید چرا ضرورت داشت؟ اعتراض کردید؟ پس چرا محقق نشد؟ شرایط آماده نبود. به تعبیر دیگر فاعلیت فاعله قابلیت قابل هم باید باشه. نه، اصل ضرورت حکومت بر مبنای ولی فقیه ضرورت سجای خودش هست، اما از اونجا باید پذیرش مردم هم باشه. تو پذیرشه نیست. دقت کردید؟ مثل جمعی انبیا علیهم السلام کارشون هدایت چی بوده؟ مردم بود، اما مردم قبول نمی کردن. شما نمیتونید پس انبیا چنین وظیفه این؟ نه، پس ما خلق نکنیم بین اصل تشکیل ضرورت حکومت و تحقق حکومت. اصل ضرورت رو هیچ کس انکار نمی کنه. اما چرا محقق نشد؟ چون یک بخش تشکیل حکومت بر مبنای ولایت فقیه چیه؟ بفرمایید اقبال و پذیرش مردم می باشد. به بار دیگر ما یک مفهوم اضافی امامت و امت داریم. مفهوم اضافی برای امامت و امت یعنی تا امت بالفعل وجود نداشته باشد، امام بالفعل نیز وجود بفرمایید ندارد. ائمه معصومین علیهم السلام همه زمان بفرمایید رهبر منتخب الله تعالی منصوب از قبل الله تعالی کی بودن؟ ائمه معصومین بودن. الان هم حضرت حجت سلام الله علیه هست. درست؟ اما آیا الان در جامعه داره حکومت میکند؟ نه. چرا؟ چون اقبال و پذیرش مردم بالفعل نیست. بله اگر شرایط اقبال مردم و پذیرش مردم بالفعل باشد، اون امامت هم به چی میرسه؟ بالفعل میرسد. پس بنابراین خلط نکنیم بین مقام ضرورت و مقام تحقق. درست شد؟ خب این هم یک سوال و خدمتتون ارز کنم که پاسخ به این سوال. اما سوال دیگر رو مطرح بکنیم، پاسخش رو اگر خدا عمر بده جلسه آینده خدمتتون ارز کنم که بیان میکنیم. یک سوالی است که گاهی به حالت مظلوم نمایی مطرح میشه که میخوام آقایان علما رو از دخالت در کار سیاسی باز بدارن. یادداشت بفرمایید. وارد شدن عالمان و فقیهان درجه یک امت اسلام در امر سیاست و حکومت با جایگاه آنها سازگار نیست، چون دخالت در امر سیاست و حکومت سبب می شود که نتوانند وظیفه اصلیشان
که هدایت علمی و معنوی مردم هست را به خوبی انجام دهند. دقت کردید؟ حکومت جنبه اجرایی داره. وظیفه علما کیه؟ هدایتگریه. و اگر کسی به اجراییات شرکت بکنه، اون وظیفه اصلیش که هدایتگریه دور میکنه. بعد میان یه مثالایی میزنن، بگن یه آقای تا زمانی که شیشتام که کارش تدریسی در حوزه بود قوی هست و مسائل بیاد که اجراییات شرکت بکند، از اون وظیفه اصلیش غافل میشه. دقت کردید؟ به وظیفه اصلیش جا میکنه، ضرر میزنه. پس چرا ما دنبال یک کاری میخوام بریم وظیفه اصلی ما درش خلل به وجود بیاد؟ دقت کردید؟ پس تشکیل حکومت بر مبنای ولایت فقیه سبب میشود که علما و بزرگان از کار اصلیشون چی بشن؟ غافل بشن و مشغول شدن به یک کار فرعی و غافل شدن از کار اصلی عقلا و نقلا جایز نیست. پس تشکیل حکومت بر مبنای ولایت فقیه جایز نیست. ما میگه از سر خیرخواهی داریم که بنده حداقل برای خودم 50 اتفاق افتاد. تا یه جایی میگه شما سیاسی که نیستید، دقت کردید؟ تو کارهای حکومت دخالت ندارید یا صرفا دارید طلبی انجام میدید. سوال میگه اگه طلبی تو کارهای حکومتی دخالت داشته باشد، این طلبی اصیل نیست. چجوری جمع کنیم؟ آیا قابل جمع هست یا قابل جمع نیست؟ اینجا همون بحث میاد. خدا رحمت کنه شریف مدرس ما و دیگران رو که میگن سیاست ما عین دیانت ماست. این جواب اجمالیه. سیاست جزء دیانته. دیانت عین سیاست. این دوتا قابل تفکیک بفرمایید نیست. و اگر میخواد چنین باشه حضرات انبیان به امر حکومت و سیاست دخالت نمی‌کردن. اون سوال جوابش انشاءالله اگر خدا توفیق بده برای جلسه آینده، شما صبح رفته بودیم یک کارگاه قدیر شناسی و قدرتون خیلی خوب اونجا تخلیه انرژی شد، بحثا رو انجام دادیم، ولی از باب اهمیتی که به این مباحثه درس داشتیم برگشتیم از دهلی، گفتیم که این مباحثه تعطیل نشه. اینم از باب علاقه‌ای که شخصا به این درس دارم و از باب احترامی که به شرکت کننده ها قائل هستیم. انشاءالله پاسخ این سوال رو می‌ذاریم جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله سوالات داریم.